اینجا بین شما کی سواد داره؟ من داشته بیدم. تو اسمت چیه؟ برگوری برری، متخلص به گیسو. تخلصت بخوره تو فرق سرت. تو اسمت چیه سرباز؟ مخلص شما نظام دو برریه. اسم شما چی بی؟ توجه من قربون 3 روز اضافه خدمت واسه کتاکلا بنویس. وقتی از شما ارشدتون سوال میکنه که اسمتون چیه، به عنوان مثال باید بگین نظام دو برریه قربان. فهمیدین؟ تو اسمت چیه؟ نظام دو برریه قربان. ابله اسم خودت بگو شومپت. مخلص شما هم تیمور. اسم شما چی بی؟ توجه من قربان 2 روز اضافه خدمت واسه آقا بنویس. حالا از جلو نظام. چرا از جلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد. برای اینکه من بالا برره‌ای بیدم. میذارم تو حلقت ها. تو غلط نکردی پایین برره یه ساق نخود نخور حرف بزنی با من. یک دفعه دیگه من ببینم از این غلطا میکنی شلوغ بازی در میاری این سگ و قربان حداقل بپرین رختمانتون میکنم لهتون میکنم ها یعنی بله قربان نه یعنی ساکت فعلا به چپ چپ به راست با هم دیگه کار میکنید وقتی میگم به چپ چپ به راست فهمیده زهر مار زهر حلایه به چپ چپ راست یعنی خاک بر سر کتاکله و کتاپرت همه شما بکنن کسی که دست چپ و راست خودش نفهمه به درد لای جرد و دیوار میخوره خواهیان پسه این دست چپه این دست راسته این دیگه آموزش داره اینجوری نکنم یک کمی که شما رو الان بعد تنبیه بکنم دستتون میاد که دست چپ کدومه دست راست کدومه بشین پاشو بشین برپا بشین چیکار میکنن اینا برپا خب این تصمیمتان باید خودتان اول بگیرید که اگه قراره وشینیم که وشینیم اگه قراره پا بشیم خب پا بشیم این برای خودتان بده فردا توی برای وی گلنس که این آدم تصمیم نمیتونه خودش بگیره سستون سره بشین پاشو مسخره بازی در میارین ها کلاخبر کلافدیه چند دور حساب دستتون بیاد کلاخبر علا بازی بچه ها بشینید کلاق گنجشک چه غلطی دارن میکنن